چگونه باردار شوید؟ این که شما اول میری غسل میکنی، بعد از غسل میری دست صورتتو میشوری، 2 رکعت نماز میخونیم، بعد تماس میگیرید با آقاتون. وقتی تماس گرفته با آقاتون هلو everybody، خیلی خوش اومدید به یک کلیپ متفاوت. آقا اصلا من موندم چیز جالب آدم بر میخوره. بعد این میشه که اصلا ما میریم اینجا براتون کلیپ ضبط کنیم. چه موضوعی؟ این که من اومدم روی یه چیزی سرچ کنم، توی سرچ یه دفعه برخوردم به یه سری مطالبی که قبلا سرچ شده بود توسط مردم نازنین و این سرچ ها اصلا یادم رفت چی می‌خواستم خودم سرچ کنم. گفتم بیام همه اینا رو به شما بگم. یه دونه سرچ کردم چگونه، ما اینجا چگونه سرچ میکنیم، همین به اول رو زدیم، چیزایی که سرچ شده. چگونه بفهمیم اینستاگرام هک شده؟ خب شما چه نیازی داری که اینو بفهم؟ چگونه بفهمیم گوشی هک شده؟ چگونه بفهمیم تلگرام؟ اصلا کلا همه تو فاز اینن که چی هک شده. چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟ سرچ کردن متوجه بشن که چگونه با هر کسی صحبت کنیم. شما میشینی روبروی کسی باهاش صحبت میکنی، چگونه داره، چگونه من متوجه شدم که چگونه قراره با طرف مقابل صحبت کنم. واقعا این مطالب من موندم توی یوتیوب، توی گوگل هست که به ما توضیح بده من چگونه با بقیه بتونم صحبت کنم. چگونه به رو جدا نوشته، چگونه برنج درست کنیم. خدا اینو منم نمیدونم چگونه واقعا باید برنج درست کنیم. انقدر آب برنج میریزیم، 1 بند و نصفی انگشت آب میریزیم، قلقلی که کرد اون برنج آماده است. بعد آب کش کنید. چگونه باردار شوید؟ این که شما اول میری غسل میکنی، بعد از غسل میری دست صورتتو میشوری، 2 رکعت نماز میخونیم، بعد تماس میگیرید با آقاتون. وقتی تماس گرفته با آقاتون چگونه؟ واقعا خیلی سخته. اصلا میدونی زندگی سخت شده. چه شکلی آدم واقعا خیلی من نمیدونم واقعا. البته من خودم جزء افرادی بودم که تو 18 سالگی متوجه شدم جنسیتم چیه. تازه فهمیدم که پسر هستم. خیلی خری. فرق دختر و پسر متوجه شدم. شاید اون طرف نمیدونن، خیلیا نمیدونن چیکار باید کرد. شاید هنوز افرادی هستن که تو غار زندگی، من اطلاعی ندارم از این موضوع. من هیچ چگونه با لعنتی چه شکلی باردار شوی آخه؟ بیا تا چگونه بلاگر شویم؟ خب این یه چیزیه که طرف میخواد بلاگر بشه. خب این یه چیز عاقلانه درست سرچ شده. چگونه بفهمیم واتساپ هک شده؟ دوباره رفتیم میخواد هک. بابا آقا بکش بیرون، هک بکش بیرون، به من و شما مربوط نمیشه. چگونه بفهمیم کلیه سالم داریم؟ شما اگه ببین خوب ادرار میکنی که کلیت سالمه دیگه، فعال. ببین چقدر در طی روز میری دستشویی. چگونه بفهمیم ریه سالم داریم؟ نفس عمیق بکش، اگه سرفه نکردی یعنی ریت سالمه. چگونه بفهمیم همزاد داریم؟ آخه همزاد لعنتی، این همون کسیه که رفته سرچ کرده چه شکلی باردار شویم، این همونه، خود لعنتیشه. چگونه بفهمیم عفونت رحم داریم؟ کلا تو مایه رحم و بارداری این چیزا خیلی سرچ میشه، همه خیلی دوست دارن این رحم رو کلا. چگونه بفهمیم رحم قلیایی داریم؟ میدونید دیگه من به اینجام رسیدم. همون رحم سالم داریم و خیلی بیشتر راحت‌تر شما میتونید. رحم قلیایی میریم توی چگونه، ما حالا سرچ میکنیم چگونه مدیتیشن کنیم. این خب چیزیه که آدم باید سرچ کنه بفهمه، طرف نمیدونه چی باید مدیتیشن. چگونه مخ بزنیم؟ الان تو سرچ کردی، اوکی، یه دافی هم اومد جلوت وایستاد، میتونی واقعا بری همون عکس رو. بعد اعتماد به نفس داشته باشی عزیز من. میخوای مخ بزنی بعد اعتماد به نفس داشته باشی. چگونه مقاله بنویسیم؟ خب این برای دانشگاهش قطعا میخواسته. چگونه ماکارونی درست کنیم؟ گفتم برنج چه شکلیه، همون برنامه رو ماکارونی پیاده کن، کار نداره. ماکارونی میریزی، 1 بند و نصفی روش برنج، برنج، اینیه آب، قلقل که کرد ماکارونیت آماده است. چرا اینقدر گاوی؟ چگونه مهماندار هواپیما شویم؟ بستگی داره، بستگی به این داره که چه هواپیمایی. اگر داخلی میخوای باید شلوار بپوشی، اگر خارجی نه، دامن کوتاه میشه. اگر برای هالیوود و اینا باشه دامن بالاتر هم میشه، مینی جوپ و اینجور داستانا. چگونه معدل را حساب کنیم؟
معدل تو حساب میکنن، نیاز نیست شما خودت حساب کنی. چگونه مراقبه کنیم، این همون مدیتیشنه. چگونه ماست درست کنیم، هنوز داری ماست خودت درست میکنی، برو ماست بخر. چگونه متوجه شدم؟ متوجه شنود گوشی شویم. ای کلک، ای زبه، میخوای شنود بذاری ببینی چیا صحبت شده در... بیا با پشمان بازی کن، بیا بکش بیرون از این داستان. چگونه مسیحی شویم. به همین سادگی. به نام پدر، پسر، روح القدس مسیحی میشی. اصلا چه شکلی تو مسلمان شدی خودت اینو میدونی؟ چگونه این که مه رو جدا میزنه بعد وصلش کنیم خودمون خیلی سخته. چگونه موهای پرپشت داشته باشیم. اگه از من میپرسی موهای پرپشت، ببین شما باید اول بتونیم بری موهاتو، من چه بدونم، من کچال چه بدونم تو چه باید مدار بشی. چگونه مردان را دلتنگ کنیم. چه شده؟ واقعا چه جوری؟ مغزم خالی شدی آن. واقعا چه جوری میشه مرد را دلتنگ؟ بگو عزیزم یه 2 هفته هم دیگر نبینش 2 هفته دلتنگت میشه. وای مسخره. چگونه معذرت خواهی کنم. ببخشید عذرخواهی میکنم، من خیلی چه شکلی معذرت خواهی کنم. اول برو 2 دور دورش بچرخ، بعد دلار راست شو، طرف که هنگ کرد بودش معذرت خواهی چه شکلی معذرت خواهی کنیم. واقعا اینو چیه سرچ کردید؟ چگونه همین زیرو که باز میکنه. چگونه زعفران دم کنم. این میره تو همون دسته برنج بود، یه بند و نصفی انگشت ماکارونی، همونو میاد زعفرون، کف چیزو پر میکنی زعفرون، آب میریزی یه بند و نصفی انگشت، قلقل که کرد زعفرون آماده است. چگونه زودتر پریود شویم. این خودتو برد بچلون، همینجوری هر چی خون از هر جایی رگ و پی تو بچلون زودتر که دیگه انشالله بشه بشه. چگونه زرتشتی شویم. شما باید برگردی به 5000 سال قبل، یه فلش بک بزنی اون موقع تا ببینی چجوری زرتشتی شویم. چگونه زبان انگلیسی یاد بگیریم. خب اینم که باید برید کلاس زبان دیگه. توی این کلیپ تو کانال برید، توی این کلیپ بهت کامل آموزش دادم. ساده ترین روش کلیپ دیگه هم در موردش ساختیم، اونم لینکشو براتون میدم تو دیسکریپشن که چه شکلی زبان انگلیسی یاد بگیریم. چگونه زاویه فک داشته باشیم. اینجوری فک که تو بده اونور زاویه دار میشه. زاویه فک میخوای چه کنی. چگونه زود بخوابیم. شبا ساعت 9 که شد بوس، مسواک، لالا اینا شب بخیر میگیم، مامان جون بابا جون خدافظ برم بخوابم. چگونه زود بخوابیم. کمتر برو تو اینستا بچرخ که زود بخوابی، تو یوتیوب ولی بچرخ، کانال ما رو دنبال بکن. چگونه زنان را دلتنگ کنیم. همونجوری که مرد رو دلتنگ کردی زنه رو هم میتونی دلتنگ کنی. چگونه زبان آلمانی یاد بگیریم. من در این باره کلیپ ندارم، خودت برو سرچ کن ببین چه شکلی یاد بگیری. چگونه زیگیل تناسلی میگیریم. همونجوری که زیگیل اینجاها صورت و اینا میگیرید بعضی وقتا اونجا هم زیگیله دیگه. گوشواره نداره اینجا میگیری دیگه، باید مراقب باشی. چگونه زود انزالی رفع کنیم. تفکراتتون رو بدید مثلا سمت درش کولر، مثلا یه دفعه کابل رو بگیرید، زیاد متمرکز نشید روی موضوع. آقا این چه چیزیه سرچ کردی لعنتی. چگونه زیپ را جا بندازیم. زیپو بکش جا بنداز. زیپ دیگه، زیپ بازار باشه، با شادولانوم باشه، ماچ به کلت باشه. من خیلی دوستت دارم. مرسی که با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت میکنی، کامنت میذاری، لایک میکنی و کانال ما رو دنبال میکنی. این کارا خیلی به من کمک میکنه. از قبل میخوام بهت بگم که ماچ به کلت باشه. مرسی که کلیپو تا اینجاش تماشا کردی. درود بر تو. بریم سراغ بعدی. با شما هستم پشت صحنه. آقای ادیتور. گوله چه کش و قرص چه وقت یا پیخم